سلام، روزتون بخیر. خوش اومدید به یه قسمت دیگه از پادکست ما توی چنل زتاکست. قبل از این که من بپرسم از شما اینکه موضوع بعدیمون چیه و موضوع این ویدیو چیه، میخواستم بازم دعوتتون کنم که حتما سابسکرایب کنید، اگر دوست داشتید لایک کنید و اگر نظری داشتید کامنت کنید و همین دیگه. زنگوله هم بزنید که اگه ویدیو جدید گذاشتیم سریع متوجه بشید. آقا شاهین چطوری؟ چکرم، تو خوبی؟ مخلص. خب موضوع چیه بگم؟ آره دیگه. ببین موضوع یکم شاید مرتبط بشه به چند تا ویدیویی که اول ضبط کردیم. حس کردم جاش خالیه، یعنی موضوعی که باید راجبش صحبت بکنیم، چون با توجه به وضعیت ارز، با توجه به قیمت دلار و یورو که خب هر روز داره بیشتر میشه، فکر میکنم بتونه این ویدیو کمک بکنه دیده بهتری به بچه‌هایی که میخوان مهاجرت بکنن، حالا یاد کردن یا پلنش رو دارن، یه دیده بهتری بده، کمکی بکنه. و این موضوع درباره کار کردن حین تحصیله. خب خیلی از بچه‌ها نه فقط تو ایتالیا، تو خیلی دیگه از کشورها به عنوان دانشجو مهاجرت میکنن. توی خود اروپا، آلمان، فرانسه، انگلیس، پرتغال، اسپانیا، توی آمریکا و کانادا خب طبیعتاً خیلی زیاد میرن. و با توجه به وضعیت ارز، با توجه به قیمت دلار و یورو و پوند و وضعیتی که متاسفانه وجود داره، اون امکان ساپورت شدن از سمت خانواده دیگه خیلی وجود نداره. یعنی یا باید انقدری وضعیت خوب باشه که اصلا این پولا واسه پولی نباشه، اگر از یه خانواده معمولی اصطلاحاً باشی دیگه نمیتونی خیلی رو خانواده حساب باز کنی. در نتیجه خیلی از بچه‌ها تصمیم میگیرن که حین تحصیل کار بکنن و خب با توجه به مسائل مربوط به اقامت و کارت اقامت و کار دانشجویی، خب بیشتر از 20 ساعت در هفته هم معمولا اجازه کار ندارن. و امروز بیا راجع به این صحبت بکنیم، ببینیم این چه مزایایی داره، چه معایبی داره، کجا میتونه کمک بکنه و کجا میتونه یه سری اصطلاحاً چرا خطر رو روشن بکنه، چون که ممکنه کار جنرال یه جاهایی تاثیر مخربی داشته باشه رو آینده فرد. به نظرم میتونیم از این در وارد بشیم دیگه، که اول بیایم راجع به اصلا مقوله کار جنرال و کار حین تحصیل صحبت بکنیم. نظرت چیه؟ آره چون تو بحث سر اینه که تو در حین تحصیل احتمال اینکه بتونی کار جدی مرتبط به رشته‌ت پیدا کنی خیلی کمه، حتی اگر هم متخصص باشی، به خاطر اینکه نمیتونی 20 ساعت بیشتر در هفته کار کنی، شرکتی باید قرارداد امضا نمیکنه. پس این اصلا خیلی امکانش پایینه، برای همین کار جنرال میمونه. کار جنرال هم خب همونجور که گفتی خوبیای خیلی واضحی داره. آقا پول میاد دست من فلان، که حالا ما میتونیم درباره اینا تک تک یه صحبت ریزی داشته باشیم، بعدم از اون طرف ماجرا هم بهش نگاه کنیم که میتونه به قول تو مخرب باشه. به نظر من از خوبیاش من بخوام بگم، مهمترینش اینه که استقلال مالی آروم آروم پیدا میکنه. به هر حال اونجور که هممون میدونیم دیگه از ایران ساپورت شدن عملاً غیر ممکنه. حالا تو یه سری شرایط مثلا ایتالیا یا حالا کشورهای دیگه دانشگاه بورس داره میده، کمک هزینه یه پولی اولیه اووردی، هرچی داری زندگی میکنی باز تحت فشاری، چون یه پول محدودی داری یا پول محدودی دانشگاه داره بهت میده و تو باید بگذرونی تو درس تمام شه بری سر کار دیگه. حالا این کار جنرال میتونه بهت کمک کنه که نه آقا پس مثلا زندگیت از این رو به اون رو بشه، ولی میتونه بهت کمک کنه که مثلا به هر حال میگم دیگه یه ذره آرامش داشته باشی. این یکی. دومیش از نظر من اینه که به هر حال آدم با بقیه در ارتباط میگیره، میتونه زبانشو بهتر کنه و اینا، که من حالا تو این زمینه زیاد نظری ندارم، تو فکر کنم بهتر میتونی توضیح بدی. آره ببین درسته حرفت راجع به جفت مورد. همین که تو ببین تو موقعی که وارد یک کشور دیگه ای میشی، همون به بسم الله تو یه سری خرج درشت اساسی باید بکنی. پول پیش خونت رو بدی، اگر شهری دانشگاه داری شهری دانشگاه تو بدی، هزینه کار اقامتی تو بدی، یا کیت باید پست کنی، یا حالا هر هزینه‌ای که هر کشوری میگیره. بحث بیمه است، تو باید یه هزینه‌ای بکنی. به خودت میای میبینی یهو مثلا
ماه اول گذشته مثلا 2000 تا 3000 تا از جیبت رفته، مثلا تو با 4000 تا 5000 تا نه 6000 تا پول اومدی، یهو میبینی تو ماه اول نصف پولت رفته. و هر چقدر هم تو سعی کنی که ماه به ماه بگی من انقدر بیشتر خرج نمی کنم، یه جایی هر اتفاق ممکنه بیفتی که تو مجبور شی بیشتر از لیمیت خودت خرج بکنی و این اتفاق باعث میشه که یهو تحت فشار قرار بگیری و آرامش روانی رو نداشته باشی و به تبع کنارش خب تو اگر آرامش فکری نداشته باشی نمیتونی درس بخونی. این یه معقوله است. حالا یک جایی مثل ایتالیا هم درسته تو گفتی داره بورس میده، منتها اولا دیگه اون بورسه با این که عددش بیشتر شده نمیتونه 100% کفاف زندگی یک دانشجو رو بده، چون خرج و مخارج توی ایتالیا توی چند سال اخیر خیلی رفت بالا. ما سال 2019 اومدیم با 5000 یورو اون بورسیه که داشتیم میگرفتیم میتونستیم نمیگم راحت زندگی میکردیم ولی میتونستیم زندگی بکنیم، ولی الان داره 7-8 هزار تا میده و بچه‌ها واقعا تحت فشارن. یعنی اگر با یه پس انداز خوب نیومده باشن یا کار نکنن خیلی تحت فشار قرار میگیرن. این یه مورده. و مورد دومم که یکی از بزرگترین محاسنشه، به نظر من بزرگترین حسن کار جنرال و کار کردن این تحصیل، بحث پیشرفت توی زبان، حالا مخصوصا اگر زبان غیر انگلیسی باشه. بودن تو رفیقای خودمون بچه هایی که دیرتر از ما اومدن رفتن درگیر کار جنرال شدن حین تحصیل و الان زبانشون عالیه. چرا؟ چون تو محیطی هستی که حالا کلاینتت، همکارت، مشتریت، هر کسی که باش در ارتباطیت خب غیر انگلیسی زبان معمولا و تو مجبوری که لول زبان تو بالاتر ببری و این خیلی کمک میکنه به کلن پیشرفته توی زبان. و اون بحث مالی هم که گفتی طبیعتا اولش حداقل خیلی میتونه پشتوانه خوبی باشه، منتها یه جاهایش باید حواسمون باشه. حالا من میتونم بگم معایب ولی نمیشه گفت واقعا معایب، صرفا یک سری جا باید حواس بچه ها جمع باشه. اونم میدونی کجاست؟ جاییه که تو به این کار جنرال عادت بکنی و این کار جنرال باعث بشه که تو از هدف اصلی دور بشی. تو اگر به عنوان یک دانشجو اومدی اینجا که درس بخونی و کنارش داری کار میکنی، اون کار نباید به درس خوندن تو لطمه وارد بکنه. چرا؟ چون تو هدف اصلی درس خوندن است و بعد پول در آوردن. تو باید درس تو تموم بکنی که بعد بتونی بری سر کاری که دوست داری، بگردی دنبال اون کار. تو باید یک حواست باشی که اون کار جنرال حتی اگر 20 ساعت در هفته است که بیشتر داری کار میکنی به صورت سیاه معمولاً، آسیبی به درست وارد نکنه و در کنارش تو به اون کار و به اون درآمدی که داری از کار جنرال در میاری اعتیاد پیدا نکنی. چون نمیخوام بگم عدد خیلی خوبی قراره بگیری، ولی عددی میگیری که دستت واسه انجام خیلی کارا یهو باز میشه و تو به این مقدار عدد و به این مقدار اینکام نباید دل ببندی به نظر من. چون حالا اصلا قبل از اینکه بخوام نظرتو پرسم، چون حرف از کار سیاه شد، توی اروپا مخصوصا توی ایتالیا بچه‌هایی که خب تازه اومدن چون مشکل زبان دارن اکثرا و دانشجوان، پرمسو ولیدی هنوز ندارن، اونو تو صف انگشت نگاری باید 1 سال وایسن تا کارت بیاد دستشون و میخوام برن دنبال کار، اکثرا درگیر کارهای سیاه میشن. این کار سیاه کار خلاف نیست، بدون قرارداد، کاریه که بدون قرارداد. تو داری توی یه رستوران کار میکنی، داری توی بار کار میکنی، داری چه میدونم توی فروشگاه لباس کار میکنی، ولی اون کارفرما به خاطر اینکه هم مالیات نده، هم اصطلاحاً درگیر کاری بوروکراسی و کارهای اداری نشه و اصلا تو چون مدارک نداری اون اول ورودت، ترجیح میده که باهات سیاه قرارداد ببنده، یعنی قرارداد نبنده، سیاه کار بکنی. یعنی چی؟ یعنی بهت حقوقتو نقد میده، هیچ بنفیتی از اون کار نداری طبیعتا و میتونه در لحظه بهت بگه فردا نیا. دستت علنا هم به هیچ جای بند نیست، تو میتونی بری اداره کار شکایت بکنی، بگی آقا من داشتم سیاه کار میکردم، اینم مدرکش. منتها دستت معمولا تو ایتالیا حداقل به جای خیلی بند نیست. خب این یه پوینته که باید در نظر بگیریم، یعنی همه این سختی ها رو داره
و بعدش حالا بعد از گذشت چند وقت که تو قرارداد تونستی بگیری، حالا زبانت بهتر شده بود، فرصتهای بهتری پیش میاد واسط و حقوقت به تبع میره بالاتر، حواست باید به اون دو تا نکته باشه. یک، از درس خوندن نیافتی. دو، آلوده اون درآمده نشی و سقف خودتو اصطلاحاً کوتاه نکنی. چون درست عدد خوبیه ولی سقف به نظرم خیلی جا داره واسه اینکه بلندتر بشه. آره آخه میدونی درگیر یه روزمرگی هم میشی، اولش پول میاد مزه میکنه، مثلا یک سری کارهایی که نمیتونستی بکنی و میکنی، خرجایی که نمیتونستی بکنی و میکنی، خوشت میاد. بعد یه ذره که میگذره، حالا به قولت پیشرفت هم میکنی توی اون کار جنرال، یه ذره بیشتر هم حقوق میگیری و میبینی اوضاع بد نیست. اما نکته که هست اینه که از اون مسیر اصلیت خارج شدی و اون مسیر اصلیت یکم که دقیق تر بهش نگاه کنی، بعد یه سال، بعد چند سال، خیلی بیشتر از این کار میتونی حقوق بگیری، بیشتر از این کار مزایا بگیری تو کار تخصصیت، علاقه داشته باشی، کار راحت تری باشه، یعنی 8 سال سر پا وایسی. ولی دیگه چون این درگیر این شدی، میفتی توی لوپی که تو مثلا اگر از این کار بیای یعنی بذار اینجوری بگم که مجبوری از این کار بیای بیرون که بری اپلای کنی، درس بخونی، یه ذره مرتب کنی رزومتو، مثلا دوره بگذرونی چیزی. خب بخوای این کارو بکنی بعد از کار جنرالت بیای بیرون، کار جنرالت رو بخوای بذاری کنار، دیگه پول نداری زندگی تو بگذرونی. میفتی توی چرخه‌ای که میبینی که چند سال گذشته، واقعا کلی من مثال تو این چند سال دیدم که بچه‌ها مثلا فارغ التحصیل شدن، 2 سال گذشته هنوز درگیر اینن که تو رستوران کار کنن. اوکی، شبشون رو روز میکنن، روزشون رو شب میکنن، شاید پسندازی هم بکنن، ولی اون چیزی نبوده که تو ذهنشون بوده و براش برنامه داشتن. و باشون هم صحبت کنین ناراضی ان، داده این که میگن آقا ما اومدیم درس خوندیم، فارغ التحصیل شدیم، کار میخوایم پیدا کنیم، کار نیست. حالا این اشتباهه، کار هست. مثلا اینه که تو باید بتونی خودتو آماده کنی برای رفتن سر یه کار تخصصی. ولی خب بخوانم دیگه نمیتونم بیام بیرون، میدونی میفته توی لوپ خیلی باطلاق‌طوری. ببین یه کوچولو سر اون داستان کار باید مخالفم حقیقتا، چون توی ایتالیا، حالا الان کیسو من میارم روی ایتالیا اسپسیفیک به عنوان یه مثال صرفاً، کار هست همون دیگه، ولی ورود به کار سخته و واسه هر رشته‌ای هم کار نیست. ما این بحثو توی چیزم داشتیم با هم، توی اون اپیزودی که راجع به بلاگرای مهاجرتی صحبت کردیم که میگن آقا کار هست اینجا به وفور ریخته، منتظرن شما بیاید. نه، این چرت محضه. خب یه جایی مثل ایتالیا کار هست ولی این که بتونی جذبش بشی شرایط خاص خودشو داره. تو یا باید یه نیروی متخصصی باشی که بخوانت یا سر دعوا بشه اصطلاحاً، یا باید رشته‌ای که اینجا درس خوندی یا سابقه کاری که داری یا تخصصی که داری یه چیز روبورس باشه اصطلاحاً، که باز پوزیشن انقدر واسه زیاد باشه که بتونی بری سر کار. اینجا شو باید مخالف بودم که گفتی کار هست. به نظرم خیلی هم کار نیست، یعنی حداقل همه نمیتونن به راحتی تو یه جایی مثل ایتالیا یا جنوب اروپا حداقل راحت برن سر کار. نه خب من اینو بگم، کار به قول تو اونقدر به وفور نیست، اوکی، ولی مثلا اینه که تو باید وقت داشته باشی خودتو رو خودت یکم کار کنی. خب که خودتو آماده کنی برای همون تعداد کمی کاری که وجود داره. ببین تو منظورت اینه که تو به اون تخصصه برسی. ببین چون ما به نظر من ما 2 مدل مهاجر تحصیلی داریم. خب یه سری از آدما، یه دسته از آدما بین من و تو هن که 4 سال 3 سال 5 سال ایران سابقه کار داشتن، یه تخصصی دارن و به خاطر وضعیت بد کشور تصمیم گرفتن که بیان از صفر شروع بکنن، برن دانشگاه اینجا یه مدرکی اینجا بگیرن و بعد اینجا دوباره درگیر کار تخصصی بشن. یه سری از بچه‌هام هستن که در واقع بدون سابقه کار و تو سن خیلی کمتر از من و تو میان، یعنی 18 سالگی کارشناسی رو شروع کرده یا اصلا واسه کارشناسی داره میاد اینجا. ایران 18 سالگی شروع کرده، 21-2 سالگی تموم کرده و بلافاصله اومده اینجا، اصلا فرصتی نداشته کار بکنه. خب و تو وقتی این فرصت کار کردن رو نداری، باید یه تایمی رو اینجا بذاری که خودتو بالا بکشی. چون مثال دارم میزنم، مثلا فرض کن اون شرکت بخواد یک نیروی خارجی بگیره، خب نیروی غیر ایتالیایی بگیره، طبیعتا بین من و بین کسی که سابقه کار نداره میاد منو انتخاب میکنه. چرا؟ چون من یک سری تجربیاتی دارم که اون آدم نداره. پس این دوباره یکی از سختی‌های بازار کاره. حالا تو فرض کن این رقابت رو تو با یه ایتالیایی هم داری،
یه ایتالیایی که سابقه کار داره و حتی یه ایتالیایی که سابقه کار نداره ولی خب تو این کشور داره زندگی میکنه. یکم دریچه ورود به بازار کار یه جاهایی تریکی میشه اصطلاحاً، ولی کلیتش واقعا خیلی نمیخوام بگم خیلی راحته، ولی خیلی هم راحت نیست. نه تو بخوای خودت آماده کنی به قول تو برای اون کار تخصصی یا خودت کار کنی، باید وقت داشته باشی. وقت داشته باشی یعنی چی؟ یعنی که نگران خورد و خوراک تو سقف بالا سرت نباشی دیگه. خب حالا تو افتادی توی کار جنرالی و اون فرصتی که داشتی که مثلا داری درس میخونی، پارت تایم کار کنی، یکم وقت بذاری برای اون تخصصه، سبک بگیری. این آتش این که پول بیشتری درارم مثلا با کار جنرال، آقا به جای 3 روز در هفته 5 روز در هفته کل 7 روز رو برم کار کنم، اینو نباید بیفتی تو دامش. چون اگر فقط پول رو نگاه کنی، پول اون لحظه شاید بیشتر باشه، ولی 2 سال بعد 3 سال بعد میبینی که عقب افتادی یا اصلا نمیتونی ازش بیای بیرون. و یه چیزی هم نباید نادیده گرفت سویل. تو موقعی که فرض کن تو به عنوان یک دانشجوی صفر اومدی 6 ماه به سختی زندگی کردی، تونستی یکم زبانتو هندل بکنی، یکم با محیط آشنا بشی، بعد درگیر یه کار جنرال میشی، کار دانشجویی میشی اصطلاحاً، تو یه درآمدی میرسی، اتوماتیک وال یک لول زندگی کردنت میاد بالا، راحت‌تر خرج میکنی، راحت‌تر مسافرت میری و چند سال، حالا 2 سال حین تحصیلت حداقل تو اون لول خودتو نگه میداری یا حتی بهتر میشی. و قبول کن که داونگرید کردن خیلی سخته. نمیشه واقعا. که تو مثلا یهو بیای بگی من قید این مثلا 1200 یورویی که دارم به صورت کار جنرال در میارم و بزنم واسه چند ماه که بیام کنارش مثلا تخصص یاد بگیرم که آیا جذب بازار کار بشم یا نشم. این خیلی نکته مهمیه. چون واقعا داونگرید کردن بعد از چند سال واقعا کار هر کسی نیست، چون تو استانداردهای زندگیت رو بردی بالا و یهو باید بشکنی اون استانداردها. همونطور که تو اگر مثلا میگم اومدی ایتالیا از یه اتاق مشترک شروع کردی، بعد رفتی یه اتاق سینگل گرفتی، بعد اومدی مونولوکاله، بعد رفتی بیلوکاله، از بیلوکاله نمیای بری توی اتاق شیر بشینی. خیلی ها این کارو نمیکنن. حتی تو بدترین شرایط هم که باشه یارو میگه من این کارو نمیکنم. سخته لایف استایل تو برگردونی به عقب. خب و این کار جنرال یه جایی تو باید تصمیم بگیری که آیا من این کارو بکنم یا نکنم. و خیلی‌ها میگن آقا بذار بریم ببینیم چه اتفاقی میفته، و این بذار بریم ببینیم چه اتفاقی میفته یهو میبینی که 3 سال 4 سال 5 سال داری کار میکنی، درست هم تموم شده، اقامتت رو هم حتی عوض کردی، ولی سنت به یه جایی رسیده که مثلا شدی آدم 30 ساله 32 ساله یا حتی بیشتر و واسه ورود به کار تخصصی، به بازار کار تخصصی دیگه کار راحتی نداری. و درسته که زمان دانشجویی تونسته کمکت بکنه، ولی از یه جایی به بعد جلوی پیشرفتت رو گرفته. و حالا من چون با بچه‌ها خب خیلی صحبت میکنم راجع به این داستان، همیشه بهشون میگم آقا شما توی مهاجرت باید آدم باهوشی باشید، بدونید کجا چه کاری رو انجام بدید و کجا چه کاری رو انجام ندید. حتی اگه میتونید. تو به عنوان یک دانشجو، ببین کار دانشجویی کاری بود که من نکردم و پشیمونم که نکردم. میتونستم انجام بدم و اشتباه کردم به نظر من اومدم گفتم آقا من باید درسمو 2 سال 2 سال و نیم تموم بکنم و باید بعدش برم سر کار تخصصی. من یه قماری کردم اصطلاحاً که نتیجه داد. من به محض اینکه درسم تمام شد رفتم سر کار، چون سابقه کار داشتم، یعنی اون برگه برنده من بود. یا تو هم همینطور. منتها اگر من آدمی بودم که کار جنرال نمی کرد و کار هم نمیتونست پیدا بکنه، ورود به بازار کار جنرال واسه من بعد از 3 سال خیلی کار سختی بود. من همیشه توصیه‌ام اینه، میگم اگر مجبورید به هر دلیلی وارد بازار کار جنرال بشید، ولی هیچ وقت تو تصوراتتون هم حتی به عنوان کار دائم حتی بهش نگاه هم نکنید و همیشه سعی کنید خودتون رو آپدیت نگه دارید. یعنی چی؟ یعنی که آقا تو داری کار دانشجویی جنرال انجام میدی، خودتو موظف کن که هر روز شده 10 دقیقه یه مطالعه آزاد راجع به یه بحث تخصصی که مرتبط به رشته و کارت انجام بدی، خودتو آپدیت نگه داری و فرصت هایی که میاد رو از دست ندی. نگی که حالا مثلا من که رزوممو خراب کردم دیگه کسی منو نمیگیره. نه اصلا اینجوری نیست.
چون این میتونه یک جایی به تو کمک بکنه که یه لول اپ خوبی داشته باشی و یهو به خودت میای ببینی که وارد بازار کار تخصصی شدی. چون تو با کار جنرال میتونی زبانتو قوی بکنی، قطعا میتونی زبانتو به بهترین شکل ممکن قوی بکنی و بعدش اگر در کنارش تونسته باشی تخصص خودتو بالاتر ببری، یکم نالج خودتو بهتر کرده باشی، بعد از فارغ التحصیلی میتونی یه بریک چند وقته داشته باشی و بعد وارد بازار کار بشی. این شدنیه. توصیهم همیشه این بوده و هیچ وقتم چیز نبودم، موافق کار نکردن نبودم. واقعا میگم اشتباه من بود که کار نکردم، ولی باید باهوش کار کرد. آره خیلی دیگه، آره دقیقاً باید باهوش باشی. چون مثلا میگه آقا من این آپشن رو دارم که 2 روز در هفته کار کنم، مثلا 2 روز کلاس دارم، چه میدونم یه روزش هم میشینم درسم میخونم، حالا یا رو تخصصم کار میکنم. این عالیه، چرا که نه. آقا اون 2 روز کاری که داری میکنی هم زبانت بهتر میشه، هم 4 تا آدم میشناسی، تو جامعه آروم آروم اینتگریت میشی و البته پولم به دست میاری. آتش پول در آوردن با کار جنرال نباید داشته باشی که بگی من 2 روز دارم میرم دانشگاه بکنمش 4 روز که مثلا بذار 4 روز کار بکنم که 2 برابر بیشتر در بیارم. اشتباهه. کوتاه مدت داری نگاه میکنی دیگه. اگه آره مثلا تو شاید تو 6 ماه اول به جای 500 تایی که در میاری 1000 تا دراری، به جای 1000 تایی که در میاری 1500 تا دراری، ولی در نهایت ضربه میزنی به آینده خودت، آینده کاری خودت. چون واقعا میافتی تو لوپ این که درس طول بکشه، نمیدونم کار پیدا نکنی، تخصص پیدا نکنی که بتونی کار پیدا کنی. منظورم اینه. و برای همین کار جنرال به نظرم خیلی هم خوبه، تجربه خوبیه، آدم خیلی چیزا یاد میگیره. جفت ما انجام ندادیم و منم دقیقاً موافقم که کاشکی حداقل تا کمی هم شده میرفتیم، چون به هر حال تجربه خیلی خوبیه. سخته. آخه ببین ما که نرفتیم، من خیلی سوال سختی که تو در جریانی دیگه. من یه چیز داشتم، یه قوطی داشتم، بعد هر ماه که اجاره‌مو میدادم یه سری سکه توش بود. پولای توی بانکمو جمع می‌زدم، چون 2 تا بانک دارم دیگه، جمع می‌زدم، میگفتم خب الان اینقدر واسم مونده. بعد میومدم مثلا تعداد یوروهایی که اون تو بوده رو میشمردم، مثلا این تو هم 12 یورو مثلا 30 سنت هم سکه دارم، به علاوه اون پوله می‌کردم، میگفتم آقا من اینقدر دارم، باید این ماه اینقدر خرج کنم. و موقعی چون من جزء آدم بودم که رو بورس حساب باز کرده بودم و موقعی که اوایل 2020 بورس ایتالیا به خاطر داستان کووید به مشکل خورد، من دیگه از عالم آدم پول قرض کردم، از ایران پول آوردم، از تو پول گرفتم، از 1-2 تا از بچه‌ها پول گرفتم که بتونم فقط اجاره‌مو بدم، در صورتی که من اگه قبلش کار جنرال داشتم انجام میدادم میگفتم خب آقا پول الان هستی. آره پول هست دیگه، حالا مثلا ازش میتونم استفاده بکنم، نه اینکه مثلا سکه بشمارم ببینم الان چقدر دارم، نه استرس باشم، بیخوابی بکشم شبا از این که آقا من الان اگر پولم تموم بشه باید چی کار بکنم، اگر چه میدونم بیفتم دستم بشکنه یه خرج اضافه در بیاد باید چی کار بکنم. خب این فشار مالیه رو من خیلی توی 3-4 سال اول حس کردم. تو حساب کن الان بچه‌ای که میان ایتالیا خیلی بهشون خوش میگذره، خیلی تفریح میکنن، رستوران، بار، این کارهای مختلف. من دیگه از تو چه پنهون، از شما چه پنهون. من 3 سال اولی که اومدم ایتالیا 1 بار رستوران نرفتم. 3 سال اولی که من تو ایتالیا بودم 1 بار رستوران نرفتم. آخه سنت به سنت باید حساب میکردم، سنت به سنت باید حساب میکردم و فکر کنم کلن 1-2 بار از بیرون غذا گرفتم تا موقعی که فارغ التحصیل شدم و کارمو شروع کردم. بعدش دیگه خب هر روز حالا وضعیت بهتر شد. منتها اون 3 سال واقعا واسه من نایتمر بود دیگه. من ایران که میخواستم برم هر سری مثلا یه جوری میرفتم ایران که ته حسابم مثلا 25 یورو مونده بود، میرفتم ایران مثلا تکون میدادیم خودمون رو با خانواده با هم، مثلا چه میدونم 1000 تا 2000 تا پول جمع بکنم بیام تا بورسه رو بگیرم و این داستان 3 سال تکرار شد. و خب خیلی این سختی رو نمیکشن اصلا، مخصوصا بچه‌ای که الان دارن میان اکثرا 10-80 ان، اصلا با این مایندست ماها که صرفه جویی بکن پس انداز بکن اصلا آشنا نیستن. بچه‌ای که راحت زندگی کردن و ماهایی هم که این مایندست رو داشتیم خب خیلی من خودم خیلی اذیت شدم و
اگر میگم کار جنرال داشتم جدای بحث زبان، از نظر مالی هم اینقدر من تحت فشار قرار نمیگرفتم که از خواب و خوراک بیفتم دیگه. آره ولی خب چه بسا که کار جنرال شروع میکردی یه تایمی و باعث میشد که خوشت بیاد از اون پوله دیگه، نتونی برگردی به این حالت سوپر اقتصادی و دیگه پول هی کم بیاره، مجبورشی بیشتر کار کنی و هنوز درست باشه پیدا میشه. آره دیگه، چون تو یادته من با این که حالا کار نکردم ولی این اسب درس خوندم دیگه تو وقت دیگه، یعنی من این اسب واقعا درس خوندم و خیلی هم تلاش کردم که کار پیدا بکنم و قبل از فارغ التحصیلیم هم کار پیدا کردم، ولی دیگه دهن خودم رو سرویس کرده بودم که همخونه هم از من متنفر بودن تا یه بازشون، همش تو اتاق بودم داشتم درس میخوندم و یه چیزی رو فدای یه چیزی کردم که میگم قمار دیگه، من واقعا اسمشو قمار میذارم که تو کیس من ارزششو داشت. چرا؟ چون باز من این مایندست داشتم که آقا آیتی بالاخره کار پیدا میکنه، ولی اگر مثلا داشتم چه میدونم یه رشته دیگه میخوندم، رشته غیر مهندسی میخوندم، شاید حداقل این قمار رو نمی‌کردم اون بازه. میگفتم آقا بازار کارم شاید اون آنچنان تعریفی نداشته باشه، پس بذار یه پولی داشته باشم. چون من روز آخرین باری که در واقع از ایران اومدم 2022 بود، جون جولای 2022 بود، 3 سال پیش تقریبا، آخرین باری که دیگه داشتم خداحافظی می‌کردم. به مامان بابام گفتم من یا میرم ایتالیا و میرم سر کار چون داشتم فارغ التحصیل میشدم و چندین سال نمیتونم بیام چون درگیر کارم، یا میرم کریسمس نشده دیگه برمیگردم واسه همیشه ایران، چون پولم تا کریسمس منو میرسونه، بیشتر از این دیگه پول ندارم. که بعد اومدم از 2 ماه بعدش کار پیدا کردم و به این نقطه رسیده بودم، یعنی قمارم به اینجای رسیده بود که دیگه 2 حالت بود دیگه، یا کار پیدا میکردم میموندم یا کار پیدا نمی‌کردم آقا آریبدرچی برمیگشتم خونه. خلاصه صحبت نظر من اینه که بخورید و بیارید و شامید اصراف نکنید. آره نه ولی جدا باید همونجوری که گفتی آدم باید باهوش باشه، از فرصتش استفاده بکنه، چرا که نه، فشار رو خودش کمتر بکنه ولی از هدف اصلیش دور نشه. من خیلی قدیمتر همون ایران دایم بهم میگفت که آقا همزمان با درس کار نکن. خب هم به من میگفتم مثلا به پسر خاله‌ام و داداشم که آقا همزمان با درس کن، درستون تموم کنید بعد برید سر کار، مزه پول بیاد زیر دندونتون دیگه درس نمیخونه. که من اینو هم خودم تجربه کردم هم تمام اونای دیگه‌ای که شنیدن این جمله رو و داستان همینه، باید یه ذره باهوش باشی چون واقعا اون پول شاید اولش خیلی خوب، مخصوصا ما از آدم از ایران اومده میاد اینجا میبینی و مثلا 500 یورو 1000 یورو بهش حقوق میدن، اصلا زندگیت از این رو به اون رو میشه، ولی دیگه اگر خوشت بیاد بعداً از برنامه‌ات میفته. چون مخصوصا که تو اولش مثلا یا تو یه اتاق مشترک با یه نفر دیگه اتاق داری، خونه که نداری که مثلا داری چه میدونم 400 500 تا اجاره میدی، اون 400 500 تا مثلا بگو پول بورس و کاور میکنه، تو یهو میبینی که مثلا یه 700 800 یورو بیکار تو ماه دستته، بریز و بپاش میکنی و به خودت میای میبینی که آقا چقدر داره حال میده. ولی اگر این مایندست رو نداشته باشی که آقا من که تا ابد قرار نیست توی اتاق شیر بمونم، من بالاخره باید خونه خودم رو داشته باشم، یه روزی قراره که ماشین بگیرم، یه روزی قراره که خونه بخرم و یعنی آرزوهات رو اگر سقف آرزوهات رو اگر بلند نکنی تو اتوماتیک وار سقف درآمدت رو نمیتونی زیاد بکنی. تو باید بزرگ فکر کنی که بتونی عدد خوبی در بیاری. به نظر من تو اگر بزرگ فکر نکنی همیشه توی استیجی میمونی و اولش شاید بهت خوش بگذره ولی بعدش از خودت ناراحت میشی که چرا من نتونستم مثلا بهتر در بیارم، چرا نتونستم بیشتر در بیارم، چرا مثل ایکس و ایگرگ نشدم، حالا از مثالهای مختلف. و باید باهوش بود دیگه. من همیشه میگم مهاجر برنده مهاجریه که باهوش مهاجرت میکنه، یعنی هر قدمی که ور میداره اصطلاحاً 3 تا قدم جلوترش رو داره میبینه. چون تو اگر بگی من حالا یه قدم وردارم ببینم چی میشه، من حالا این کارو بکنم ببینم چی میشه، ممکنه که یه جا خیلی بد سرت به سنگ بخوره و دیگه اصلا نشه درستش کرد.
نمونه باردش در همین کار جنرال دیگه. تو اگر خودتو وحشتناک آلوده کار جنرال، درآمدی که داره بهت میده و اون حس لذتی که واسط فراهم میکنه بکنی، به خودت میای میبینی میگی آقا من که چه میدونم الان دارم 1400 500 تا به کار جنرال در میارم، بخوام برم کار تخصصی بکنم هم قراره همین هول و هوش یکم بیشتر بگیرم، خب چه کاریه. ولی تو اینو نمیبینی که اگر 3 سال اون کار تخصصی رو بکنی، 4 سال اون کار تخصصی رو بکنی، تو همون شرکت یا جای بهتر تو میتونی 200-300 تا بکشی رو حقوقت، ولی تو داری الان سقف اون کار جنرال رو میبینی. یا تو اگه 10 سال کار تخصصی بکنی، اصلا از کشورهای دیگه درهای زیادی از کشورهای دیگه واسط باز میشه. توی کشوری که هستی میتونی به لولای خیلی خوبی برسی، مثلا مدیر بشی، ولی تو اونجا نهایتا میخوای مدیر، اگر تو مغازه کار میکنی مدیر اون مغازه بشی. و پرستیژ اون کار کجا، پرستیژ کار تخصصی کجا، اون دید جامعه باز متفاوت میشه. و مهمتر از همه تو آیا اومدی که با مدرک ارشد مثلا تهش خودت چی بوده، تهش قرار باشه که مثلا کار جنرال بکن. من بازم نمیگم کار کردن بده یا کار جنرال بده، ولی باید بدونی که واسه چی اومدی. تو اگر تو ذهنت این بوده که من مهاجرت میکنم که به عنوان یک مهندس یه جا استخدام بشم، چند سال کار جنرال کردن اصلا چیز بدی نیست، ولی تهش باید منجر بشه به اون مهندس شدنه، کمک کنه به اینکه راحت‌تر و مسیر واسه هموارتر بشه. همونطوری که بورس ایتالیا به نظر من تله است، این کار جنرال هم اگر حواسمون نباشه و باهوش نباشیم واقعا یه تله خیلی بزرگی میتونه باشه و بعد باهوش بود دیگه به نظر من. آره دیگه، میگم میتونی ازش استفاده کنی، بهت کمک کنه تو اون مسیری که داری، نه اینکه بدتر از مسیر خارجت کنه. آره خیلی مهمه دیگه. و همین صرفا خواستیم بگیم به صورت حالا خلاصه تو این ویدیو که کار جنرال و کار حین دانشجو چیز خوبیه، ولی باید حواستون باشه. اگر حواستون نباشه تو دراز مدت و تو سالهای آینده زندگیتون خیلی تاثیرات منفی میتونه داشته باشه و شاید حال خوبی رو تجربه نکنید بعد چند سال اگر دائم بمونید اونجا. و همین. آسایل حرفی، حدیثی، نکته‌ای؟ عالی. نه حرفی نیست، مخلصیم. چاکریم و تا درودی دیگر. بدرود.